خب به عنوان کسی که 3 ساله دارم توی بلغارستان زندگی میکنم، فکر میکنم که بتونم یه سری اطلاعات در مورد این کشور در اختیار قرار بدم. ولی قبلش خودم یه معرفی کوچیک کنم. من سرین هستم. حدود 9 سال مهاجرت کردم. تو این سالها چند سال توی ترکیه زندگی کردم و الانم که 3 ساله در کشور زیبای بلغارستان دارم زندگی میکنم. تو این سالهای مهاجرت با چالش‌های زیادی مواجه شدم. تصمیم گرفتم که تجربیاتمو در اختیار شما عزیزان قرار بدم تا اگر کسی قصد مهاجرت داره بتونه آگاهانه تصمیم به مهاجرت بگیره. خیلی از شماها همیشه توی دایرکت از من میپرسید که آقا اصلا بلغارستان چجور کشوریه؟ برای زندگی خوبه؟ مهاجرت بهش آسونه؟ من میخوام توی این کانال صادقانه یه سری از تجربیاتمو با شما به اشتراک بذارم. قبل از همه کانالمو سابسکرایب کنید تا ویدئوهای بعدی رو از دست ندید. فقط یادتون باشه اینا تجربیات شخصی منه، شاید برای یک دیگه متفاوت باشه. بلغارستان یک کشور در شرق اروپاست. پایتختش سوفیاست، واحد پولش لواست، جمعیتش حدود 7 میلیونه، عضو اتحادیه اروپاست و جدیداً هم که عضو شنگن شده. بلغارستان طبیعت بی‌نظیری داره، پر از جنگل‌ها، دریا و کوه‌های قشنگی هستش. زندگی در این کشور نسبتاً آروم و بدون استرسه. اولین سوال پرتکرار: چرا اومدی بلغارستان؟ راستش بعد از چند سال زندگی در ترکیه من دنبال یک جای آروم و مناسب برای زندگی بودم. البته که بلغارستان انتخاب من نبود، خداوند این سرزمین رو برام انتخاب کرد و من به خاطر همینه که همیشه توی ویدیوها میگم که سرزمین شهد و عسل. خب من به انتخاب خداوند احترام گذاشتم و بهش اعتماد کردم و الانم دارم جواب اعتمادی که به خدا کردم رو میبینم. و یه چیزی که توی این کشور من بهش رسیدم و از همه چیز برای من اولویت داره، آرامشیه که من سالها دنبالش بودم که اینجا بهش رسیدم. مورد دوم مزیت‌های زندگی در بلغارستانه که خب یکی از بزرگترین مزایای زندگی در بلغارستان ارزونی این کشوره، چه از نظر اجاره خونه، خورد و خوراک، پوشاک، حمل و نقل و خیلی چیزهای دیگه نسبتاً پایین‌تر از کشورهای اروپایی دیگه است که البته همه اینها رو من توی ویدیوهای آینده، مثلا هزینه اجاره خونه چقدره، هزینه خورد و خوراک در ماه چقدر هستش و هزینه حمل و نقل، همه اینا رو تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. امنیت